از چربی تا عضله، جلسه دهم از 30 جلسه تمرین با سانی. تمرین امروز کششی هستش. میتونی روی زمین باشی یا اگه احساس کردی برات سخته روی صندلی بشینی و انجام بدی. حواست باشه تو کل تمرین دم و بازدمتو باید جاری نگه داری. یه دفعه فشار به عضلاتت ایجاد نکنی و آروم آروم دامنه حرکتی رو بالا ببری. برای تمرین اول به این صورت روی زمین قرار میگیریم یا روی صندلی میشینیم. پشتمون باید صاف و کشیده باشه. دستا رو گره میکنیم توی همدیگه، جلوی سینه نگه میداریم. میخوایم دم بگیریم. آهسته دست رو بکشیم به سمت بالا و عقب، سینه رو باز کنیم. نگاهمون یکم به سمت بالا با بازدم. دست رو میکشیم به سمت جلو، پشت رو گرد میکنیم. نگاهمون به متمون یا زمین. 2 مرتبه دم، بازدم، دم، بازدم. تو کل حرکت باید حواست باشه شونه هاتو نکشی به سمت بالا. شونه ها پایینه، از گوش فاصله داره. دم و بازدم. برای تمرین دوم روی زمین دراز میکشیم. ستون فقرات صاف، دستا کنار بدنه. آروم دم میگیریم. مهره آخر که دنبالچه هست رو جمع میکنیم، میکشیم به سمت بالا و داخل. بعد دونه دونه مهره ها رو از لگن و کمر جدا میکنیم از رو زمین. میایم روی کتف نگه میداریم. با بازدم دونه دونه مهره ها 2 مرتبه از بالا به سمت پایین روی زمین برمیگرده. نفسم رو کامل خارج میکنم. یه استراحت. 2 مرتبه دم، دنبالچه جمع، لگن منقبض. مهره ها دونه دونه از زمین جدا میشن تا بالاترین جایی که تونستیم بیایم. میمونیم روی کتف با بازدم. آروم مهره ها برمیگردن روی زمین. رها و تکرار. دم، انقباض تو عضلات لگن، شکم منقبض، بازدم، آروم برمیگردیم و استراحت. برای تمرین بعدی اگه مبتدی یا آسیب دیده هستی، زانوها رو با همین حالتی که روی زمین هست میکشی به سمت شکمت، نگه میداری، رها میکنی و اون یکی پا رو انجام میدی. ولی اگر بدنت آماده است و پیشرفته هستی، پاهاتو صاف میکنی. صاف یکی از پاها رو میکشی به سمت بالا، نگه میداری. میتونی دستت هم بذاری پشت رونت، کششتو بیشتر کنی. بازدم برمیگرده و پای بعدی رو میاری بالا. حواست باشه فشار روی گودی کمرت نباید ایجاد کنی. انگشتاتو میتونی فلکس کنی، بکشی به سمت صورتت تا کششت بیشتر بشه. اگر دیدی نه کافیه، انگشتاتو بدون حالت نگه میداری. بازدم، پا برگشت و تکرار بعدی. حالا میخوایم پاها رو جمع کنیم، کف 2 تا پا رو برسونیم به هم دیگه. حواسمون به گودی کمرمون هست. دنبالچه رو داخل نگه میداریم، گودی کمر رو پر میکنیم. 2 تا زانوها رو به پهلو باز میکنیم و شروع میکنیم به نفس کشیدن. نسبت به توانت میتونی بین 30 ثانیه تا 60 ثانیه توی این حرکت بمونی و با آرامش نفس بکشی و اجازه بدی زانوها تا جایی که میتونه به سمت زمین کشیده بشه. دم و بازدم جاری میمونه. برای تمرین بعدی اگه آسیب داریم، 2 تا زانو رو با هم دیگه میکشیم به سمت شکممون، با دستامون نگه میداریم. یه چند تا نفس میکشیم. بعد خیلی آهسته شروع میکنیم به حرکت دادن پاهامون به راست و چپ. دامن حرکتی خیلی کمه. حواست باشه که فقط یه ذره زانوات باید حرکت کنه، کمرت از زمین جدا نمیشه. ولی اگه آسیبی نداریم، دستا کنار بدن، پاها رو صاف میکشیم به سمت بالا. گودی کمر گرفته، انگشتای پاتو میتونی فلکس کنی، میتونی بدون حالت نگه داری. بعد از چند تا دم و بازدم شروع میکنی به حرکت دادنش به راست و چپ. میتونی بین 10 تا 20 تکرار
این حرکت رو داشته باشی. یک کمی مکس، پا رو جمع میکنی و میذاری روی زمین. تمرین آخر روی زمین به این صورت میشینیم، دستامون رو میذاریم جلوی پامون، آروم میکشیم به سمت جلو، پیشونی رو نزدیک متت میکنی، فاصله گوش و شونت رو زیاد نگه میداری، نفست رو انجام میدی، یه دم، بازدم، دم بعدی با 2 تا دستت گام برمیداری به سمت پهلوی راست میمونی، دم، بازدم، دم بعدی برمیگردیم وسط، بازدم رو انجام میدیم و همین کار رو برای پهلوی چپ میکنیم، دم، بازدم و برگشت. یک کمی صبر، دستا رو میکشیم به سمت پامون و برمیگردیم توی وضعیت اول. تمرینات این جلسه رو میتونی به صورت روزانه انجام بدی یا به عنوان سرد کردن بعد از تمرین اصلیت داشته باشی.